الذین هم عن صلاتهم ساهون، کسانی که گاه نماز میخوانند و گاه نمیخوانند، کسانی که نماز در وقتش نمیخوانند، کسانی که در نماز بی پروا هستند، کسانی که روز نماز ترک میکنند لکن بیگاهی قضا میخوانندش، بیگاه قضا میخوانندش. انا همین ویل برای اونهاست، برای کسایی که در نماز بی پروا هستند، برای کسایی که نماز قضا میکنند، برای کسانی که نماز از وقتش گذرانیده بد میخوانند، اینها را خداوند ویل گفت. من ترک صلاة حتی مضى وقتها ثم قضى عذب في النار حقبا. با حدیث خوب توجه کنید. رسول اکرم میگوید کسی که در دنیا نماز ترک میکند ثم قضا، بعد بیگاه که شد قضایی میخوانش، عذب فی النار حقبا، این گونه انسان خداوند در روز قیامت یک حقب عذاب میکرده است. از پیغمبری خدا پرسیدند حقب چیست؟ حضرت گفتند 80 سنه. برای یک نمازی که وی قضا کرده است، برای یک نمازی که وی در وقتش بی پروایی کرده است، خداوند در قیامت 80 سال عذابش میکرده است. الحق 80 سنه. پیغمبر گفتند 80 سال برای یک نماز قضا کرده خداوند عذاب میداده است. السنه، باز رسول اکرم دوام دادند، السنه 360 یوما. یک سال پیغمبر خدا گفت میدانین که 360 روز است، لکن حضرت گفتند روزهای قیامت، گفتند یک روزش 1000 سال این دنیا دا برابر می شود. یک روز قیامت برابر 1000 سال این دنیاست. در کتاب در زیر همین حدیث صاحب کتاب خود رقم مانده است. گفته است برادرای عزیز، گفته است بیدار شوین که برای آدمی که نمازش را قضا میکند، برای آدمی که در وقتش نمازش نمیخواند، کار دنیایی برای او با ذوق شوق پیدا میشود و نماز بعداً میخواند، حضرت گفتند 80 را به 360 ضرب کنید و بعداً حاصل اینه به 1000 ضرب کنید، در آخر برآوردن رقمش 28800 سال برای یک نماز قضا عذاب کرده میشه. 28,800,000 سال. گفتن برای یک نمازی که انسان بی پروایانه قضا میکنه. پس وای به حال بی نماز. وقتی آدمی که در نماز اینقدر بی پروا باشد، قضا خواند، 1000 عذرهای بی معنی را پیش میارد، لباسم بی نماز است، کار مشکل است، آب طهارت نیست، وقت خنک است، بعدا میخوانیمش. وقتی که اینقدر سالی دراز برای عذاب باشد، پس وای به آدمی که در دنیا بی نماز از دنیا میگذرد، وای به حالش، چه عذاب سخت دردناک برای او منتظر است. البته آگاه باشیم که هر چیزی که در دنیا شما کاری دید، حاصل وی در قیامت همون گونه میبرداریم. حضرت لقمان حکایه میکنن که بار مولاش گفت که لقمان گفت امسال گفت برای من جو بکار، جو. حضرت رفته در زمین کنجید پرداختند. وقتی که حاصل شد، حضرت کنجید را درویدند و نزد مولا بردند و گفتند، مولا گفتند حاصل برداشته شد. حضرت آمدن نگاه کردن مولای لقمان که خوابچه ها پر از کنجید است. گو من بر شما نگفته بودم که برای من این سال جو کارید. حضرت لقمان گفتند من تصور کردم که اگر کنجید در زمین پرتافته شود، شاید که حاصل جو شود. این مولا گفتند تو ابله بودی،
تو به عقل بوده ای. نخواد که کنجید در زمین پرتافته شود و حاصل جو برداشته شود. گفتن من ابله نیستم، بلکه شما ابله هستید. زیرا که چگونه که شما گناه میکنید و باز دائم در زبان شما این است که من فردا وارد جنت میشوم، من هم تصور کردم که اگر کنجید پرتافته شود شاید که حاصل جو گردد. یعنی وقتی که انسان گناه میکند، بینمازی میکند، باز امروز در بین ما و شما یک شعار است همین دل تازه باشد. این نماز، این عبادت، این مسجد، ولی بعضی دخترهای هستن که خدا برکتشان دهد که مثال سطرها دارن، با بعضی زنهای دیگر اونها را با مذاق میکنن. همین سرت هم کشاده هم که باشد دل تازه باشد. این شعار، این شعاری ابلهی، این شعار یهودی در تمام مردم ما و شما بی نهایت پریشان شده است. هر عملی که ما و شما میکنیم در نزد پروردگار همان عمل را ما و شما منتظر باشیم. و از همه چیز مهم برای ما و شما امروز نماز است. رسول اکرم میگوید مروا اولادکم بالصلاة و هم ابناء 7 سنین واضربوهم و هم ابناء 10 و فرقوا بینهم فی المضاجع. به همه شما امر میکند پیغمبر، تمام پدرهایی که فرزندهای نرینه و مادینه داریم، دختر داریم، بچه داریم، پیغمبر خدا میگوید ای مردها، ای پدرها، ای مادرها، فرزندهاتان در 7 سالگی نماز خوان کنید. پدرهای عزیز، فقط نماز در ذمه شما فرض نیست، یا این مسئولیت خیلی کلانی هست که شما از پشت این فرزندها در نزد پروردگار جوابگر هستین. دخترها و بچه ها را امر به نماز کنین. پیغمبر امر دارد مروا اولادکم، امر کنید فرزندهاتون. سحر که خود خیستی بیدارش کن، دلت بوای نسوزد، بیدارش کن. 7 سالگی در رسول اکرم گفتن امر به نمازش کنین. واضربوهم و هم ابناء 10. وقتی 10 ساله شد و این فرزند تو نماز نخوان و یا لطو کوب کن، وی را بزن که وی در نماز قائم شود. و فرقوا بینهم فی المضاجع، در 10 سالگی جاگه خوابشون جدا کنید. یعنی جاگه خوابه که اگر همراه شما باشن و ها را در دیگر خانه برین. اگر دختر و بچه یک جا خواب باشد جاگه های خوابشون جدا کنید. گفتم پیغمبر کاری کنید که این فرزندها هم در آخرت دامنگیر شما نشود. این است باب بی نماز. این است کسانی بی سعادتی که در دنیا نماز نمیخوانند. یعنی این گونه وعیدها و این گونه عذابها برای هر کدام او چه هست منتظر است. خوش به حال همون برادرانی که یعنی به هیچ حالت نظر نمیکنند، دائم با نماز هستند. فقط در آخر من به شما یک حدیثی را خبر میدهم که فکر میکنم خیلی باید تأثیر کننده باشد و خیلی باید که شما را از خواب بیدار کند. که حدیث از پیغمبر خدا که من احرق 70 مصحفا، اگر در بین شما یک نفر پیدا شود و 70 دانه قرآن را در آتش بسوزاند. البته ما و شما چی گناهی وزنینی هست و چی جمله مشکلی هست که انسان باید تلفظ کرده نمیتواند. اگر شخص در بین ما و شما پیدا شود که 70 قرآن را سوزاند، قرآن خطا خواندنش گناه است، قرآن بی طهارت قپیدنش گناه است، اینها وقتی گناه باشد پس سوزاندن او را شما تصور کنید که چند قدر گناه است. وقتی سخن خدا را تو در آتش بی پروایانه می سوزانی،
من احرق 70 مصحفا، کسی که اگر 70 قرآن را در آتش بسوزاند و قتل 70 نبیا، اگر کسی که بعد این 70 دانه قرآن سوزاندن باز قرار نگرفت و 70 پیغمبر را به دست خودش قتل کرد. ببینید یک آدم قتل کردن، و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها غضب الله علیه ولعنه و اعد له عذابا عظیما. خدا در سوره نساء میگوید اگر یک تای شما یک برادر مؤمن قتل میکنین، خداوند میگوید که این قاتل، این آدم کشه، خالدا فیها، من در دوزخ مخلد میگذارمش، میزد ابدی در عذاب دوزخ گرفتار میشود. و لعنه، من لعنت خودم به این قاتل میرسانم و غضب خودم را بالای این قاتل میرسانم و برای آمدن این قاتل در دوزخ چه عذابهای گوناگون منتظر هست. یک آدم مؤمن وقتی که یک نفر میکشد، این گناه را تصور کنید که 70 قرآن سوزانید، بعد سوزاندن 70 قرآن باز چکار کرد؟ 70 پیغمبر دیگر را قتل کرد. و زنا مع امه 70 مرات. چه گناه های وزنین، چه جمله های وزنین. 70 قرآن سوزانیده شد، 70 پیغمبر کشته شد از دست یک نفر. و باز این نفر 70 بار دیگر اگر با مادر خود خانه‌داری کند، 70 بار دیگر میگوید با مادر خود خانه‌داری کند. در دوام چی گفتند پیغمبر خدا؟ و افتز بکرا و افتز 70 بکرا به طریق الزنا. 70 دختر دیگر را با طریق زنا و اونها چکار کرد؟ همخوابه شد. 4 گناهی که اینها را تلفظش مشکل است. گناه اینها دیگر حساب ندارد. 70 قرآن سوزاندن، 70 پیغمبر را قتل کردن، 70 بار با مادر خود زنا کردن، 70 دختر جوان بکاره چادر کردن. اقرب الى رحمت الله ممن ترک الصلاة. انا همین آدم به سوی رحمت پروردگار نزدیکتر است از آدم بی نماز دیده. انا همین آدم به سوی پروردگار بر رحمتش نزدیکتر است از شخصی که نماز نمیخواند. تصور کنین گناه را ببینید. 70 قرآن میسوزانی، 70 پیغمبر قتل میکنی، 70 بار مادر خود قتل زنا میکنی، 70 دختر قتل زنا میکنی. باز بر رحمت پروردگار تو نزدیکتر بود از شخصی که نماز نمیخواند. از این دیگر گناه مشکل برای آدم بی نماز نیست. اگر کسی که بی نماز است و این صدای ما را میشنود و اگر این سخن پیغمبر برای وی تأثیر بخش باشد، باید که برای گناه های پیشینه خود گریه کند، برای گناه های پیشینه خود غمگین شود و در حال تعلیم نماز گرفته نماز ادا کند. این حالت بندگی او در نزد پروردگار ظاهر می شود.